پامیر دیلی نیوز خبر داد که شام 24 ایول در شهر مسکو بیش از 100 زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان را که در سالگرد عملیات خورق در شب یادبود قربانیان این عملیات جمع شده بودند دستگیر کردند. 24 ایول سال 2012 در جریان عملیات مخصوص در خورق 41 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. از آن دم هر سال در سالگرد حوادث خورق در خود این شهر و دیگر شهرهایی که زادگان بدخشان به سر میبرند شب‌های یادبود برپا کرده می شود که اساساً در قرائت قرآن در حق قربانیان و خواندن سرودهای مذهبی مردم بدخشان عبارتند. یکی از اشتراکچیان دستگیر شده شب یادبود در مسکو به پامیر دیلی نیوز گفت که شب یادبود ساعت 8 شب به وقت مسکو در یک طرفخانه در نزدیکی ایستگاه متروی چرکیزوفسکا آغاز یافت، ولی الکی یک ساعت بعد نیروهای پلیس مسکو به این طرفخانه ریخته چاره‌بینی را ویران و بیش از 100 نفر از اشتراکچیانش را بازداشت کردند. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. اینم معلوم نیست که دستگیر شده ها مشخصا به چه عیبدار می شوند. سبب یا بهانه رسمی آغاز عملیات نظامی در خورق کشتار گنرال عبدالله نظروف رهبر ریاست امنیت ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. گنرال نظروف را شام 21 ایول سال 2012 در نوادک دهه در کیلومتری خورق از ماشینش فراورده با ضرب کارد کشتند. مقامات بلافاصله در این کشتار طالب ایومبکوف یکی از فرمانده سابق مخالفین در بدخشان را عیبدار کردند. برای مذاکرات وزیر داخله رمضان رحیمزاده، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف و وزیر دفاع شیرعلی خیراللهیف به خورق رفتند و رحیمزاده از طریق تلویزیون ولایتی تقاضا کرد که گروه‌های غیر قانونی سلاح خود را سپاریده قاتلان را تا 24 ایول تسلیم کنند وگرنه دولت مجبور است از نیروی نظامی استفاده برد. ولی این طلب اجرا نشد و صبح 24 ایول نیروهای دولتی وارد خورق شدند و در 3 محله شهر اوپده، برخورق و خلیبزاد عملیات پاککاری آغاز یافت. در جریان این زدوخوردها طور مقامات رسمی تاجیکستان سال بعد به سازمان ملل گزارش دادند 41 نفر، 18 نفر از نیروهای حکومتی و 23 نفر از ساکنان بدخشان کشته شدند.